نونم مرسی. ما به عنوان یک سخنران اینجا نیستم. من به عنوان مسن‌ترین یا پیرترین فردی که در این زمین هست من رو انتخاب کرده بودن که من در اکتاب برای شروع برنامه عرایزی رو بنابراین مطالبی رو یادداشت کردن که بایدتون از روز میخونم. با درود و عصر خیر به همه عزیزان، خانم ها و آقایان، بسیار خوش آمدید به این جشن بزرگان تاریخ باستان ایران که کوروش بزرگ اولین پادشاه و فرمانروای 45% از تمام خشکی‌ها و دریاهای کره زمین بود و کمترین اثر این پس از گذشت نزدیک به 2600 سال همه جهان خاکی فرمان آزادی و حقوق بشر او را به دیده منت پاس داشته و سعی در اجرای آن دارد. از عصر معاصر رضا شاه بزرگ که بهترین، برجسته‌ترین، نامآورترین و مقتدرترین شخصیت درخشان و جاودان تاریخ ایران ما، بزرگترین وطن پرست، شرافتمند، دلسوز وطن، خواهان رشد و ترقی ایران بود و نام او امروزه هم برای جوانان در قیام‌های ملی رمز پیروزی و وطن پرستی و دشمنی با ملایان منحوس و ویرانگر است. او با رأی ملت در پارلمان شاه شد و 13 سال در جهت مصالح و منافع ملی کشور خالصانه و مقتدرانه کوشید. رضا شاه بزرگ در تمام شؤون مملکت نظم و قانون را برقرار کرد و ملت عقب افتاده از کاروان تمدن و غرق در خرافات را نجات داد. این رادمرد دلسوخته، رنج کشیده، امروز نماد ملی گرایان و جوانان است که دل در گروه ایران دارد و اما به عنوان یک افسر ایرانی و سرباز وطن مایلم از فرمانده هم حرف بزنم، از بزرگ ارتشدارانم، از شاهنشاهم. شاه ایران، فرمانده من، فردی وطن پرست، شیفته و شیدای ایران، دانشمند، زباندان و دموکرات منش بود. یک فرمانده منحصر به فرد با شخصیت که برای ما افسران، درجه‌داران و کلیه کادر نیروهای مسلح شاهنشاهی هم عشق بود، هم وطن بود، هم پدری مهربان. به نظر من به عنوان یک سرباز پیر و کسانی که آن دوران پرشکوه را دیدند باید بگویم شاه ما رمز بقای ایران بود، مایه حیثیت و آبرو و شرافت ایران بود و 37 سال در جهت توسعه و رشد ایران کوشید. در مجامع جهانی چهره مصمم و مهربانش پرستیژ ایران بود و تا به امروز به فرمانده تاجدارم افتخار کرده و تا روزی که زنده ام میگویم جاوید شاه. در این برنامه که به وسیله مؤسسین بنیاد تاج و سرکار بانو خسروی تشکیل و مرا با اینجا رو من قبلا نوشتم قرار بوده جامسرین وزین تشریف داشته باشد، مرشد من و ارشد من هستند، بنابراین اینجا رو ولی معارضا میخونن و جاشون خالیه. به عنوان یک سرباز پیر و با وجود مرشد و فرمانده من جناب سرین وزین جهت شروع برنامه دوستان تعیین فرمودن سپاسگزار و هر آنچه که از پس سخنرانان درباره شاهان پهلوی بگویند خواهید شنید. این ماه شاهان ایران است، ماه کوروش،
ماه محمد رضا شاه پهلوی، شاه شاهان و ماه شهریار، شاهزاده ایران، یادگار گرانمایه آریامه و شهبانوی گرانقدر، چه مبارک ماند. قصه کوتاه میکنم و چون شما با ریش دل به سخنان یاران می‌نشینید. جاوید شاه آینده ایران در اهتزاز باد پرچم سرنگ شیر و خورشید نشان ایران. جاوید